در شهر کوفه در سال 80 هجری امام ابو حنیفه نعمان ابن ثابت در خانواده زاده شد که از اهل کابل در خراسان است. ابو حنیفه در خانواده صالح و ثروتمند نشأ و نما یافت. پدرش ثابت از کسانی بود که صحابگان را دیده است و با آنها معاشرت داشته است و علی ابن ابی طالب رضی الله عنه برای او و نسلش دعای برکت کرده است. مردم میگفتند که اثر این دعا در فرزندش ابو حنیفه رحمت الله علیه ظاهر شده است. نعمان ابن ثابت در کوفه در میان بزرگان تابعین زندگی کرد و بعضی از صحابگان رسول الله صلی الله علیه و سلم را دید که مشهورترین آنها انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه بود. ابو حنیفه از خردسالیش از هوش نمایان و ذکاوت آشکارا بهره مند بود. قرآن را در خردسالی حفظ کرد و در تجارت ابریشم با پدرش همکاری کرد. بنابراین از پول سلطانها بی نیاز بود و هدیه و جایزه های آنها را قبول نمی‌کرد. ملاقات ابو حنیفه با امام شعبی مسیر زندگی او را تغییر داد. پس از گفتگوی کوتاه بین آنها او را به طلب علم نصیحت کرد. اسم تو چیست ای جوان؟ نعمان ابن ثابت. کجا میروی ای نعمان؟ به بازار. من درباره این از تو نپرسیدم. مراد این است که نزد کدام علما علم میجویی؟ من کمتر نزد علما میروم ای عمک. این کارو نکن ای پسرم. تو باید به نظر کردن در علم و همنشینی با علما شروع کنی، زیرا من در تو بیداری و حرکت رو میبینم. امام وقتش رو بین تجارت و طلب علم تقسیم کرد و صبر ورزید و اجتهاد کرد تا اینکه امام گشت که طالب علمان از عراق، مصر و شام و حجاز برای فقه آموزی نزد او می آمدند. ابو حنیفه از بسیار علما علم آموخت، مثل عطا ابن ابی رباح، نافع مولا ابن عمر و 18 سال ملازم شیخ کوفه حماد ابن ابی سلیمان بود و از او فقه می آموخت. و چون حماد وفات کرد در کوفه در تدریس فقه شاگردش ابو حنیفه جایگزین او شد. ابو حنیفه به سلسله علمی مبارک تا پیامبر صلی الله علیه و سلم پیوست شد. پس شیخش حماد از ابراهیم نخعی درس خواند و ابراهیم از علقمه ابن قیس فقیه ترین اصحاب علی ابن ابی طالب و عبدالله ابن مسعود علم گرفت که از برجسته ترین فقهای صحابگان رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. شمار زیادی از طلبگان نزد ابو حنیفه شاگردی کردند و او به آنها احسان میکرد، از حال آنها باخبر بود و طالب نجیب را میشناخت و او را برمیگزید، چنانه که با شاگردش ابو یوسف کرد که روز ابو یوسف درس او را برای طلب معاش زندگی ترک کرد. پس ابو حنیفه نفقه او را به عهده گرفت تا از علم قطع نگردد. ابو حنیفه روشی بدیعی در تعلیم داشت. او مسئله را در حلقه درس به شاگردانش پیشنهاد میکرد و هر شاگرد نظر خود را بیان میکرد. سپس با آنها مناظره میکرد. بحث روزها یا هفته ها یا ماه یا بیشتر ادامه یافت تا آنکه یکی از اقوال نزد آنها استقرار میافت. با این روش علمی بسیاری از شاگردان ابو حنیفه نبوغ یافتند، از جمله قاضی القضات ابو یوسف و امام محمد ابن حسن شیبانی و بسیاری دیگر. ابو حنیفه در فقه به اصول واضح تکیه میکرد: قرآن، سنت، اجماع، سپس قیاس و استحسان و عرف. و حدیث ضعیف را به قیاس مقدم میداشت به خاطر تعظیم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. او میگفت آنچه از رسول الله صلی الله علیه و سلم رسیده باشد نور دیده است و آنچه از صحابگان رسیده باشد از گفته های آنها انتخاب میکنیم و آنچه از غیر این باشد پس ما مردان هستیم و آنها مردانند. این روش ابو حنیفه رحمت الله علیه بود که در آن تا حد توان در پی دستیابی به حق تلاش میکردند. امام ابن تیمیه میگوید و کسی گمان کند که امام ابو حنیفه یا غیر او از امامان مسلمانان برای قیاس یا غیر آن قصد مخالفت حدیث صحیح را میکردند، پس در حق آنها خطا کرده است و یا از روی گمان بد یا از روی هوای نفس سخن گفته است. ابو حنیفه بسیاری از مسائل را فرض میکرد تا در احکام آنها تحقیق کند. بعضی از علما این را به او انکار میکردند. پس او گفت ما برای بلا پیش از نزولش آماده میشویم تا اگر واقع شد راه ورود و خروج از آن را بدانیم. این مسائل فرضی در فقه اسلامی منفعت عظیم داشت و فقها پس از ابو حنیفه رحمه الله تا امروز از آن بهره بردند.
ابو حنیفه به مردم نزدیک بود. در امورشان تلاش میکرد، حاجت فقیران را برآورده میساخت، بر طالب علمان نفقه میکرد و آنکه نیاز ازدواج داشت از مال خود به او کمک میکرد. مردم او را پارسا، زاهد، روزدار، شب زنده‌دار و بسیار تلاوت کننده قرآن کریم بشناختند. یک بار قرآن را پوره در یک رکعت خواند و ده ها عالم درباره او شهادت‌های فضل و ثنا دادند که از میان آنها سخن امام شافعی ما را کفایت میکند. مردم در فقه ایال ابو حنیفه هستند. 2 بار به ابو حنیفه وظیفه قاضیگی پیشنهاد شد در زمان امویان و عباسیان، اما او نپذیرفت. پس به دست والی کوفه ابن حبیره، سپس ابو جعفر منصور عباسی زندانی شد و شکنجه دید و بر موقع خود چون کوه استوار ماند و نلرزید. ابو حنیفه رحمه الله در شوال سال 150 هجری برابر با 767 میلادی وفات کرد و از خود میراث علمی و مدرسه فقهی را که از بزرگترین مذاهب اسلامی گشته است به جای گذاشت. خداوند امام ابو حنیفه را رحمت و مغفرت نماید.